این داستان مربوط به یک خانواده آمریکاییه و از این جهت معروفه که فقط حرف مردم محل نیست و پلیس، مددکارای اجتماعی و پزشک وارد این ماجرا شدن. سلام، حالتون چطوره؟ سال 2011 یه زن به نام لاتایا آمونز با 3 بچهش و مادرش در آمریکا زندگی میکردن. اول که به اون خونه رفتن همه چی خیلی عادی بود تا چند هفته بعد که مادر بزرگ میگفت انگار یه صداهای عجیبی میشنوه و انگار کسی داره راه میره و وقتی در راهرو رو باز میکردن هیچ کس اونجا نبود و چند بار این اتفاق افتاد ولی زیاد بهش توجه نمیکردن و از این موضوع راحت رد میشدن. یکم گذشت و بچه‌ها گفتن که انگار یه سایه رو میبینن، یه سایه‌ای که مادرش اصلا نمیتونه اونا رو ببینه. و مادر گفت بچه‌ها رو توهم زدن و خیالاتی شدن و باز هم توجهی نکردن. رفته رفته مادر بزرگ احساس سنگینی توی خونه میکرد. حتی یه بار گفت یه سایه بزرگ سیاه دید که کنار تختش وایساده. و وقتی چشماشو بست و چند ثانیه بعد باز کرد اون سایه ناپدید شد. حالا تا اینجا بگیم که ترسیده بودن، تنها بودن، توهم زدن و این موضوع جدی نگیریم. ولی یه اتفاقی افتاد که باعث شد پزشک و پلیس هم وارد این ماجرا بشن. خب اینا رو میدونیم که این بچه‌ها کلاً رفتار غیرعادی داشتن. حتی مادرشون میگفت بعضی وقتا میبینه این بچه‌ها داخل اتاق نشستن و دارن با یه نفر حرف میزنن و بازی میکنن. وقتی مادرش نگاه میکرد میدید که جز خودشون هیچ کس نیست. یعنی فکر کنید این بچه نشسته و انگار روبروش کسی است و داره با اون حرف میزنه در حالی که روبروی اونا کسی نبود. یه روز بچه ها مریض میشن و مادرشون اونا رو به بیمارستان میبره و قضیه از اینجا جدی میشه. پرستارا میگن یکی از پسرا اونجا خیلی رفتار عجیبی از خودش نشون میداد و وقتی روی تخت نشسته بود یهو به طور غیرعادی بدنش از روی تخت بلند میشه و حتی دیده بود که این پسر روی دیوار راه میره. Walked up the wall and did the backwards flip. How did everybody in the hospital react to your son walking up the wall? They took off and they ran. The doctor from the psych ward said that's not real. That's not human. No human can do that. و البته هیچ حالا سند و مدرکی از این نیست و هیچ دوربین اینو ثبت نکرده و فقط ادعای پرستارا و پزشکای اونجاست که اینو دیدن و ادعا میکنن که همچین چیزی واقعیه و این خبر وارد رسانه ها میشه و رسانه های آمریکایی از این خبر منفجر میشه. پلیس وارد این ماجرا میشه و بچه‌ها رو به روانپزشک میفرسته و بعد از درمانهای طولانی پزشک میگه که این بچه‌ها کاملا سالمن و به نظر میاد که اونا تسخیر شدن
و این رفتارا ناشی از اونه و هیچ مشکل روانی ندارن. و مادر خانواده میگه بعضی شبا توی اون خونه یه صدای نجواهای عجیبی میشنوه، صداهایی که اصلاً عادی نیست. پلیس تصمیم میگیره برای تحقیقات وارد اون خونه بشه و وقتی وارد اونجا میشه ادعا میکنه که خیلی حس بد و سنگینی براش داشته و حتی بعد از اینکه از خونه اومده بیرون اتفاقات خیلی بدی پشت سرم براش افتاده. While I'm involved in this conversation, the AM/FM radio went to static and turned up very loud, and it said, "You in there?" And the person on the phone say, "What the hell was that?" And I say, "I don't know." What was your reaction? I was in shock. و به نظر من این اصلا عادی نیست و اینقدر این خبر منتشر میشه که به دست رسانه‌های بزرگ میرسه و اونا هم این خبر داخل روزنامه‌ها و فضای مجازی پر میکنن. این خانواده میگن انقدر اتفاقات داخل خونه زیاد شده بود که مجبور شدن خونه رو ترک کنن و البته بعد از ترک خونه اتفاقات خیلی کمتر شده بود و کمتر اذیت میشدن ولی کامل از بین نرفته بود. بعد از اینکه این خانواده از اون خونه میرن یه مستندساز بزرگ تصمیم میگیره به اونجا بره و یه مستند بسازه و بعد از ساخت اون مستند خونه رو کاملا تخریب میکنن و از بین میبرن. اتفاقا همین ابهام باعث شده که پرونده آمونس بعد از این همه سال معروف بمونه. نمیشه این ادعاها رو رد کرد و نمیشه قبولش کرد. این همه آدم درگیر این پرونده بودن، مگه میشه همه اشتباه کرده باشن؟ و نکته ترسناک نه سایه هاست نه این صداهایی که میشنیدن. به نظر من نکته ترسناک اونجاست که هنوز بعد از این همه سال متوجه نشدن موجودی که توی اون خونه زندگی میکرد چی بوده و چطور این همه بلا سر این خانواده آورده. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما ویدیو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.